فرزان اناز در سیلاب‌های دبی غرق شد. شکست بزرگی برای فرزان اناز در کشور دبی که اصلا باورتان نخواهد شد. فرزان اناز در کدام شهر دبی زندگی می‌کرد؟ اکنون فرزان اناز در چه حالتی است و در کدام کشور زندگی می‌کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کارتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را دهید. از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزان اناز یکی از هنرمندان موفق افغانستان که وی شهرت و محبوبیت هنری خاصی در میان مردم افغانستان داشت، از سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد. وی با سرودن آهنگ نگراره حلق‌رازی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزای پیدا کرد. فرزان اناز دختر خانمی بود که در ولایت هلمند با حضور 12,000 نفر کنسرت بزرگ را برگزار کرد که ثبت ریکاردهای دوران موسیقی فرزان اناز شد. فرزان اناز بعد از رفتنش به کشورهای آسیایی بالخصوص هندوستان از هنر موسیقی دلسرد شد و اکنون دیر می شود دیگر آهنگ برای دوستداران و طرفداران صدایش نسوزیده است. ولی در کشور هندوستان میخواست دختر سینمای هند شود، ولی به این آرزوی دیرینه‌اش موفق نشد. وی رخت سفر به کشور دبی بست. اکنون برای برندهای مختلف در دبی مدلینگ می کند و وی مصروف صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک بوده است. روز قبل دوستان و عزیزان فرزان اناز خبرهایی را درباره وی نشر کرد که گویا فرزان اناز در کشور دبی در سیلاب‌های اخیر غرق شده است، ولی فرزانه دوباره لایف آمده است و این خبرها را کاملا دروغ پنداشته است. وی دارای صحت کامل می باشد، ولی قسمتی از پول و داراییش را از دست داده است. ولی من آرزوی موفقیت، خوشبختی و سعادت برای فرزان اناز از بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک سازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. نظر، انتقاد و پیشنهاد برای رشد کانال دنیا اینفو برای من خیلی با ارزش بوده است. شما هم در بخش کامنت با من شریک بسازید. صحت و سلامت برای شما خوبان آرزو دارم. تا درودی دیگر، بدرود.